جنگ جدید، عجیب و باور نکردنی زهرا الهام با جمال مبارز و رابطه عاشقانه زهرا الهام با جمال مبارز. آیا با واقعیت زهرا الهام با جمال مبارز نامزد شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی زهرا الهام با جمال مبارز که هرگز باور نخواهید کرد. این دختر خانم جوان در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام، هنرمند جوان، یکی از چهره‌های شناخته شده و موفق در هنر موسیقی افغانستان که وی علاقه‌مندان و طرفداران خاص خودش را داشته است. این دختر خانم جذاب و موفق در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان علاقه‌مندانش از مرز میلیون‌ها نفر گذشت. زهرا الهام با اشتراک در برنامه ستاره افغان حمایت گسترده‌ای را از طرف افغان‌ها کسب کرد و اولین دختر خانمی بود که توانست در ستاره افغان مقام اول را آن خود کند. این دختر خانم خوش صدا و موفق افغان بعد از ختم ستاره افغان هم آهنگ‌های سرود، کنسرت‌های برگزار کرد. آهنگ‌های دوگانه وی با هنرمندان پاکستانی از مرز میلیون‌ها بار بازدید هم گذشت. این دختر خانم جوان بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان به کشور استرالیا پناهنده شد. تازه تصاویرش به نشر می‌رسد که زهرا الهام در کشور استرالیا ازدواج کرده است با جمال مبارز، اما تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی قرار است تا یک ماه دیگر آهنگ عاشقانه زهرا الهام با جمال مبارز از طریق صفحات مجازی به نشر برسد. من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای هر یک از این جوانان با استعداد و نخبه افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، تک تک شما نازنینان را به لای من امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.